دومین قسمت سریال زامبی کلی هیجان انگیزه و کلی خنده دار. اگه قسمت اولو ندیدی لینکشون بالا هست، بریم واسه ادامه ویدیو. داستان از اونجایی شروع میشه که فرانکلین و مایکل میخوان برن شکار. مایکل بزنش. زدمش مشتی، ولی پوستشو بکنی. مایکل اون پشت حسابی شاشیدم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. آمادم الان، بزن بریم داداش. دهن سرویس، تو هم یا داری میرینی یا داری میشاشی. همیشه موقع شکار دیدنت میگیره. این بده. ای بابا حالا یه شاش بود. چقدر قر میزنی مرد، بزن بریم. با لایک و ساب حمایت کن، انرژی مثبت رو رد کن بیاد. آروم قدم بردار، زامبیا صدای پاتو نشنون. من حواسم به دور و بر است، تو پوستشو بکن. امشب یه کباب مشت بزنیم برنگ. فرستی مرستی سفش میکنم به یاده کرستی. مرد آروم باش، داری سفش میکنی یا داری بهش تجاوز میکنی؟ دهنت سرویس. آخیش من که کارم تموم شد، بزن بریم. لعنت به روحت، اینقدر با این گوشتاور رفتی دیگه دلم نمیاد بخورمش. به نظرتون مایکل داشت چی کار میکرد با گوشتا؟ خدا رو شکر امروز زامبیا کمتر بودن. آره خب باید از خدات باشه زامبیا کم باشن، چون دیگه کم کم داری پیر میشی مرد. تا بشین پشت فرمون مایکل، تا منم گوشت مشتا رو بندازم عقب ماشین. فکر کردم میخوای بگی تو بذار پشت من. یه لحظه خوشحال شدم. از سنت خجالت بکش پیری، مگه مال تو اصلا بلند میشه؟ لایک و ساب نشونه ی حمایت از هموطنه. خود دانی والا به خدا. وای یا خدا، این بیناموس از کجا پیدا شد؟ مایکل زامبیا. خاک تو سر به من میگه پیر، عرضه نداره از خودش دفاع کنه. نترس من اینجام. مایکل تو رو کونه آمانده، بزنش. خود خره، نه اینکه مثل خره. بمیل لعنتی. آخرین بارت باشه اسم کونه آمانده رو میاری ها، وگرنه یه تیر تو سر خودت هم خالی میکنم. من کجا گفتم کونه آمانده؟ گفتم جون آمانده. تو اشتباه شنیدی. رگ کردنم رگ به رگ شده. زود باید سوار شو بریم. صدای تیراندازی شنیدن، تخم حروم دارن میان. لعنتی. مایکل هرچی میکشیم از بیارزگی توه. آره معلومه، بذار زنده از اینجا بریم، شب تو چادر بهت میگم. هر کی گفت شب تو چادر چه خبره یه ساق طلایی جایزه میبره. لعنت بهش، گیر کردیم. این حرومزاده هم دارن زیاد و زیادتر میشن. این چه وضعشه؟ وایسا تا من برم عقب ماشین. الان مادر و خواهرشونو با هم پیوند میدم. یه زنم واسه تا پیدا میکنم از توشون. بمیر خواهر مادری، چشیدم تو روحت. چه حالی میده. گاز نگو بابا، تعدادشون داره زیاد میشه. برو عقب ماشین گارد بگیر احمق. وایسا بابا، جنازه ای که زیر ماشین بوده در آوردم. بمیر. اگه گفتین فرانکلین مثل کیا صحبت میکنه؟ دعیوس مایکل گاز بده، دورمون کردن نامرد. به تخمم، خودت یه کاریش کن. شوخیت گرفته، الان که وقت شوخی نیست. جون آماندا گاز بده، یه کاری کن. بمیر حروم زاده. مایکل به خدا اگه نری امشب با گلنار میرم همون به یاد آماندا. صابون گلنار سابقه داره. خفه شو، دارم میرم. شوخی سرت نمیشه حیوون. هرچی دهنش در بیاد میگه. خواستم جوگیرشی حرکت کنی. نترس، نمیرم همون به یادش.
مایکل و فرانکلین جون سالم به در بردن و برگشتن پناهگاه، ولی این که شب تو چادر اتفاق میفته یا نه فعلا خبری نیست. بیا تو بیا تو. خب خدا رو شکر امروزم به خیر گذشت. الان وقتشه یه چرت درست حسابی بزنم که حسابی خستمه. ما این که چقدر گیجم. به چه آب خنکی، چه حالی میدادم با عشقش بیاد تو اینا. با لایک یا دیسلایک نشون بده که از ویدیو خوشت اومده یا نه. عشقم تو واسم همه کسی، روحمی روانمی. شاید باورت نشه آماندا، داشتم یه خواب بد میدیدم. خواب دیدم آخر زمان شده، مردم زامبی شدن و تو هم زامبی شدی. فرانکلین بی‌ناموست تو رو کش و 7 سال مجبور شدم و بی‌ناموس رو تحمل کنم با زندگی کنم. عزیزم آروم باش، خواب نمیدیدی، در واقع الان داری خواب میبینی و این فقط یه رویا.